سلام علیکم هموطنان و حاضرین محترم. تشکر زیاد که امروز سرجم اینجا وقت قیمت اختون صرف دارین و به شما میخوایم گفتن که این سرجمی ما سخنرانی و شنیدن یکدیگر اینا همه انشاءالله ثمره خوبی دارن برای آینده مردم وطن و نسل نورس ما. همچنین مینداری بیان میکنم همه نفرانی که و دارین زیاده از 1 سال شب روز در همه شاخه‌های مبارزه فعالیت میبرن با مبارزه با سخنهای خودشان با عملهای خودشان تانستند که اثبات کنند ما مبارزان تروریست و اکستریمیست نیستیم. هرچند رحمانوف با رژیمش کوشش کرد که حرکت ما را چهره‌های ما را نزد جامعه جهانی داغدار کنند لیکن نتیجه نبخشید. شما خود شاهدین که در یک چند دولت‌های خارج چی در روسیه، ترکیه، فنلاند، گریچیا و مالداو یا بلاروس یا اسپانیا مبارزان به درخواست رژیم امروزه تاجیکستان دستگیر شدند لیکن الله را شکر یگان نفر استعداد نشد. چون که اسنادایی که روان کرده میشد از جانب رژیم همش به اساس میخواندند و گفتند که عملها و سخنهای این شخصایی که در دولت ماست اینا در دولت ما آزادی خواهی و آزادی سخن است، نه تروریستی و اکستریمیستی. بله، ما آزادی خواهانیم، آزادی خواهان آزادی دین، آزادی مردم، آزاد بودن در وطن خود، آزادی که در عقل انسانی باشه، آزادی که اخلاق حمیده باشه، آزادی که به دین اسلام ما به عقل هوش مردم مسلمان باشه. همین آزادی را میخواهیم ما. اگر ما تروریست اکستریمیست می بودیم در سفرها به دیگر شهرها و منطقه مردم وطن تا 400 و 500 نفر جمع نمیشدند که سخنهای ما را بشنوند. اگر ما تروریست اکستریمیست می بودیم اونها ما را به نان و نمک پشواز نمی گرفتند. اونا به ما درد دل خودشون نمی گفتند. در چشم هر یک نفر شعله امید مشاهده کرده میشید. در وقت صحبت ها با اونا مردم صمیمی بود. در وقتی ما را گسیل کردن به شهرهای دیگر از ما یک چیز در خود طلب میکردن، میگفتند التماس در نیم راه قرار نکنید، مبارزه را تا آخر برید، وطن آزاد کنید. این بود خواهش هموطنان ما. هموطنان عزیز، ما به شما عهد کرده بودیم، وعده دادیم که از این راه نمیگردیم. بالای همه ما نزد الله قسم یاد کردیم که تا جان از بدن بر آمدن یا سرنگون کردن این رژیم آرام نمیگیریم. برای همین در یگان حالت شما هموطنان عزیز، شما اون نفرایی که بعد از الله امید به این مبارزه کردین مطمئن باشین که ما حتی 1 دقیقه هم در راه خودمون شک نکردیم. بله، امروزا فشارها و تهدیدها از بالای این مبارزان و نزدیکاشون. خوب میدونین چقدر مبارزان در داخل خارج از وطن زندانی شدن. سوی قضا بود برادر ما مقصود بدنش از کاردای رژیم زخم‌های ابدی گرفت. برادر ما احسان تا امروز بنشان است. برادر ما عمرعلی قوتوف که با فریاد خودش تانست در کوتاه‌ترین فرصت مردم مبارزه به هم سرجم و متحد کرد، او را هم به قتل رساندند. نه که در یگان حالت مبارزان فعالیت خودشان من نکردند، دل شکسته نشدند. روز تا روز در روی خودشان باز هم استوار قوی‌تر گشتند. روز تا روز صف مبارزه امروز دارد زیاد می شود. چقدر تلاش داره امروز تا سر راه سخنان مبارزه دارد که سخنان مبارزه از تقم برنده تر است بگیرد، لیکن موفق نشد و نخواهد شد. این رژیم تا امروز موفق نشده است و انشالله که نمی شود. از گروه 24 و جوانان برای احیای تاجیکستان به تنفس از 1 سال زیادتر به این سخن میکنند، عمل میکنند. آیا شما یگان حزب سازمان دیگر را دیدین که زیاده از 1 سال شب روز تبلیغ برد؟ 1 سال نه، 1 ماه شب روز دیدین یگان حزب که تبلیغ برد، دعوت کنه، عمل بکنه؟ آیا دیدین یگان حزب سازمانی را که در همه غم درد شما شریک باشه، در همه درد و غم و مشکلات مردم وطن صدا بلند کنه؟ آیا شما از این مبارزه دیده پیدا کردین نفری را، حزب یا سازمانی را یا یگان رسانه اخباری را که همه جنایت و ظلم ظالمی رژیم امروزه را آشکارا به پرده حرف بزنه، ضد ظالم، ضد رحمانوف آشکارا حرف بزنه؟ آیا دیدین یگان کسا پیدا کردین؟ نه، ندیدین. جای نفرایی هست که مبارزند، صدقاً مبارزند، مبارزانی که هدفشون سرنگون کردن رژیم خودکامه امروزه تاجیکستان است، هدفشون سرنگون کردن رحمانوف است،
هدفشون سرنگون کردن اون نفری است که امروز بعضا به نام روشن فکران، بعضا نفرایی که مسئولیتی مردم وطن امروز در دست اونا افتاده است، این گرفتن پیشوای ملت خوندن. ما باید پرده ترس بکنیم. ترس عمر ما را دراز کوتاه نمیکنه. یک روز نه یک روز هممون میریم از دنیا. ظالم هم میرود، مظلوم هم. در این دنیا همه مهمونه. خیام خیلی خوب کردگیه. رفتند روند. بله، کسی دائمی نیست در این دنیا. اگر چیزی میموند این نام ها است، یا به بدی یا به نیکی. امروز نام ملت مردم وطن ما داغدار است. پس باید کوشش کنیم که ننگ ناموسی از دست رفته را پس بگردانیم. بله، ما میدونیم که رقیب ما نامرد است. ما میدونیم که در وطن ما آزادی سخن نیست. در وطن ما کسی صدا بلند کنه، کسی دفاع از حق و حقوق خود کنه، او زندانی یا قتل کرده می شود. اگر در وطن ما آزادی سخن اقلا به مثل روسیه می بود، برای ما 10 روز کفایه بود. 10 روز کفایه است که ما رژیم سرنگونش کنیم. زیاد نه، 10 روز. لیکن ما ناامید نیستیم و شما مردم مظلوم تاجیکستان ناامید نباشید. ما هستیم، ما در همه جا هستیم. انشاءالله روزی میرسه که صداهای مبارزین در داخل وطن بلند میشود. اون وقت رحمانوف رای فرار میکنه و شما اون نفرایی که امروز در خدمت جنابتون هستین مطمئن باشین که کشتی فراری رحمانوف برای همه شما را جا نداره و او کشتی هم فرار کردن نمیتونه. او کشتی هم غرق میشه، شکسته میشه. امروز هم دیر نشده است. برای که فردا نزد مردم وطن سرخم شرمنده نباشین، رو به مردم بیارید. از ظلم مدای خودتون دست بکشین. متحد باشین به مردم. در یک جایگی ما ظالم سرنگون کنیم. آزاد باشین. وطن خویش آباد کنین تا در آینده چی در داخل وطن و چی در خارج به افتخار بتونیم گفته من تاجیکستانی ام. تشکر به دقتتون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.